چون حسن آداب این سلام است، سلام تاجیکانه و عارفانه با کل تماشابینان عزیز تلویزیون ولایت سوخت. دوباره باز برنامه درخشان مهمان است. لایحه مذکور برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت طرحریزی و آماده می‌گردد و منظور شما می‌گردد. بیایید با یک قرصک حرمت قهرمان برنامه را دعوت می‌کنیم. خود را معرفی کنید. خب درود میگویم به کل تماشابینان عزیز تلویزیون سوخت و به شما سپاس میگویم برای دعوت به این برنامه. پیش از همه با امید تنصیحاتی خانوادگی تمام مردم سربلند تاجیک، مردم عزیز تاجیکستانمان به این برنامه خیلی خوشایند است که ما امروز اشتراک داریم و عمر این برنامه شما بردوام باشد. تشکر زیاد. منم تشکر میگم که از نام تمام گروه ایجادی وقت یافتید و به برنامه آمدید و اشتراک دارید. همراه خود نوازنده ما ولی امید جان قادرف هستند، یکی از نوازندگان چیره‌دست خانواده‌ی عزیز ما. شما رو نیست خوش آمدید میگم. خب در اطراف استعداد شما صحبت کنیم. لیاقت شما یعنی سرایندگی است، یعنی صنعت آوازخوانی. در کدام ژانرها؟ اساسا در ژانر کلاسیکی شش مقام میسرایم ما. گاه استرادا هم میسرایم و از همه اساس ژانر اساسی برای ما از آوان کودکی که آموختیم ژانر کلاسیکی شش مقام است. خب زمینه از کجا است؟ در اویله یگان نفر صنعتکار است؟ بله، یکی از سوال‌های معمول‌ترینه که دائمی می‌دهند زمینه اساسی اویله است. البته ما در یک محیط اویله به وای رسیدیم که همه فرهنگی بودن، همه فرهنگی هستند. از اونی که خودم را میشناختم به گوش من صدای موسیقی، صدای ساز و سرود میرسید. در خانه ما به کدام حجره که وارد نگردیم در همان خانه حتما یک اسباب موسیقی بود. پدر عزیزم که اولین استاد من هستند در آوان دانشجویشون البته سرود زمزمه میکردند. در جاده عبدالملک شاکرف هستند. پدر عزیز در جاده فرهنگ و صنعت خوانده هستند، گرچند که در آینده کارشون ادامه ندادند و استاد ساختمانچی هستند، ولی ما عزم کردیم که کسب پدر را ادامه دهیم و همه آن آرمان‌ها و آرزوهایی که در دل داشتن ما کوشش کنیم که عملی کرده باشیم. یعنی که همان استعداد و مهارت ترک نگفت خواندن. بله باشد. امروز من میدونم که هر نفری که مثلا مقام رو سراییده میتواند، نفری که صاحب هنر است مقام رو سراییده میتواند، از عهده دیگر ژانرها هم سرودخوانی البته میبره. خب امروز در کجا کار فعالیت دارید؟ ما امروز در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر کانیبادان کار و فعالیت میکنیم در وظیفه مدیری شعبه کار با جوانان و برای پیشبرد جامعه جهانی امروز برای اساسا تاجیکستان عزیزمون خدمت میکنیم و برای تطبیق هدفهای آیین‌نامه‌ای و برنامه‌ای حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان با جوانان چاره‌بندی‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی تشکیل و برگزار میکنیم. میزهای مدور، ساعت‌های سیاسی. البته برای جلب جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان امروز کوشش میکنیم که با جوانان پیوسته در تماس باشیم، در چاره‌بندی‌های یکجا اشتراک کنیم، اشتراک فعال کرده باشیم و امروز جوانان عزیز ما خوشبختانه خیلی فعال هستند. نظر به سالهای قبلی و دیگر گذشته ها امروز جوانان خیلی میل دارند که با خواهش خود عزم میکنند که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت کرده باشند که اینم خیلی خوشایند است. خب تشکر میگم. امروز شما یعنی که برای هدفهای سازنده حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان کارو پیکار دارید، پیوندی دارید. خب در جاده فرهنگ چی؟ در جاده فرهنگ در شعبه فرهنگ شهر کانیبادان نیز در انسامبل شش مقام کار و فعالیت میکنیم، همچون آوازخوان. اعضای انسامبل هستیم؟ بله اعضای انسامبل هستیم. این یکی از گویم شرایط خوبی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان است که غمخواری های راهبریت در پرتو سیاسی پیش گرفته جناب علی محترم امالی رحمان که سیاست جوانپرورانه دارند، امروز برای ما جوانان امکانیت فراهم آورده شده است که هم در جاده فرهنگ کار و فعالیت داشته باشیم، هم در حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان کار و فعالیت بکنیم. یک ترانه پیشنهاد کنیم، ترانه بگذار باشد در وصف تاجیکستان. قبول میشه؟ بله. از این وطنی بدان که صاحب وطنی، صاحب وطنی کفیل قدر و سخنی، در به وطنی اگر چی صد جان بکنی، در به وطنی اگر چی صد جان بکنی، گر به وطنی به لحد و به کفنی،
گر به وطنی به لحد و به کفنی دور از وطنی گر به او سنگ زنی هم ناکس و هم خاین و هم اهریمنی درویشی وطن باش که شاهی وطنی هارونی و به وطن چو به پیرهنی از این وطنی بدان که صاحب وطنی از این وطنی بدان که صاحب وطنی. سلام میگم همین اگر محمد جان رو پرسن که به اندازه چی تاجیکستان رو دوست می‌داری وطن رو دوست می‌داری به چی شباهت می‌دهید محبتتون رو به وطن؟ مهر ما نسبت به وطن به مانند یک چیزی هست که با یگان چیز معین کرده نمی‌شود. یعنی اگر یک تجهیزات باشد که درجه یگان چیز رو معین کند مهر ما به اندازه است نسبت به وطن. وقتی سخن در مورد وطن می‌رود بازم ایام خدمت در صف قواهای مسلح به خاطرم می‌زند. ما پس از اونی که با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در شهر کنیبادام سال 2016 برای من خوشبختانه میسر گردید که همراهشان هم صحبت شویم و از غمخوری‌های سرور معظم ملتمون امروز ما بهره‌مند هستیم و تا به امروز ما احساس میکنیم دستگیری پیوسته‌شون رو نسبت جوانان سال 2016 با دستگیری بی‌واسطه‌شون به کنسرواتور ملی جمهوری تاجیکستان البته داخل گشتم. پس از ختم این با تعلیمگاه عزم کردم که در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت کرده باشم. وقتی که ما درباره وطن سخن میگوییم لحظه های بیدارخوابی در قسم حربی به خاطرم میزند. بله. گرچند که در نظر بعضا جوانان این مشکل میتواند یکی از خوشبخت‌ترین لحظه‌ای که از این مکتب مردانگی بگذاریم برای خود تجربه بگیریم این همه بیدارخوابی های پرشرفانه بیدارخوابی هایی که براحت است و خیلی خوشایند است در صف قواهای مسلح است برای ادای قرض شهروندی در صف قواهای مسلح خدمت کردیم و یکی از خوشبخت‌ترین جوانان خودم رو حس میکنم که احساس میکنم که در 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پرده حربی قدم های استوار زدیم. قدم های حربی زدیم و در این پرده حربی سربلندانه اشتراک کردیم. تشکر. احسان میگم چون گفتید امروز با دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان البته با کنسرواتور ملی داخل شده به شعبه سروندگی عنعنوی 6 مقام و در اون سال همراه من خواهرم رو نیز دعوت کردن به جمهوری به پایتخت کشورمون شهر دوشنبه. در اون وقت به مکتب اینترنتی مخصوص صنعت جمهوری به نام میرت‌الله عطایف خواهرچه هم داخل گشت و امروز ها باشد ختم کننده کنسرواتور ملی جمهوری تاجیکستان است. یعنی خواهرتون نیز در جدای صنعت است؟ بله، سال 4 است که تحصیل میکنند. بله. خب باشد امروز به فکر شما همچون یک جوان ایجادکار برای سیقل دادن مخصوصا صنعت سرایندگی چگونه شرایط مهیا کرده شده است به فکر شما؟ به فکر من برای سیقل دادن هنر سرایندگی عموما برای جدای فرهنگ و صنعت شرایطی که در جمهوری عزیز ما تاجیکستان فراهم آورده شده است برای اکثرا دولت‌های پیشرفته جهان به مثل آرزو هم گویم خطا نمی‌کنیم. زیرا امروز تمام امکانیت‌ها هست که ما مشق کنیم، تمرین کنیم. هر گونه آزمون‌های سطحی بلند جمهوری و بیرون از آن تشکیل کرده می‌شود. این همه در غمخواری پیشوای معظم ملت دیده می‌شود که به مثال تاجیکستان وطن عزیزی من که ما خوشبختانه اشتراک کردیم و چندین سال قبل‌ها باز آزمون‌ها بودند به مانند آواز طلایی. مقصد از این گفته که این همه شرایط امکانیت‌ها برای جوانان، برای عموما فرهنگ و صنعت، برای هنرمندان است که میتوانند هنر خود را سیقل بدهند، معرفی‌گر زادگاه خودشان باشند، معرفی‌گر ملت تاجیک، فرهنگ ملی تاجیکانه در عرصه جهانی باشند. امروز تمام شرایط‌ها هست برای ما. تنها کفایت است که ما صدقانه مهنت کنیم، از صدق دل دوستدار وطن باشیم، صادقانه خدمت وطن کنیم و با مهر و محبت بی‌اندازه فرهنگ ملی تاجیکانه رو البته بازم پیش برده باشیم. واقعا 100% فرهنگ رشد کرده ایستاده است و چون ما شاهد هم هستیم که وقتی که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت محترم امامعلی رحمان به کدام شهر و نواحی مملکت سفری کاری نکنند در اونجا یک باغ فرهنگی و یک قصر فرهنگی البته بنیاد میگردد که این هم جای کاری است و هم برای دستگیری تمام هم هنرمندان و هم سرایندگان یک زمینه خوبی ایجادی میگذارد و پیوسته ما رو ضرور است که تنها ایجاد کنیم برای وطن البته
таронаҳои ватандӯстонаву созандаро пешниҳод кунем. Дар ҷодаи мақомсароӣ устодатон ки ҳастанд? дар ҷодаи мақомсароӣ аввалин устоде ки моро дар ҳамин жанри анъанавии шашмақом омӯзониданду аз нозукиҳои ин касб моро водор карданд, огоҳ карданд. авлодчии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуваҳоб Содиқов, устоди азизи ман, ки мо ягон умр сипосгузор ҳастем, миннатдор ҳастем, ки моро тарбият карданд. дар донишгоҳ бошад Консерваторияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон устод Зоиршоҳ Ҳайдаров. бозам барои ду чиз аст ба фикри ман. яке омода кардани ҳунар, ҳунарманд, омӯзонидан, дигар чизе ки онро ба саҳна баровардан. яке меомӯзонад, дигаре онро ба саҳна мебарорад, намоиш мекунад, барои мардум огоҳ мекунад ки ин гуна ҳунар ҳаст, ин гуна ҳунармандон аст. барои бозам ба саҳна баровардани мо заҳматҳои зиёд кашидан. авлодчии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Маъруфҷон Нурбоев имрӯз директори мактаби санъати шаҳри Конибодом ҳастанд. ва ман дар куҷое ки набошам бисёр мехоҳам тамоми устодонро номбар карда бошам ва ҳар он касе ки зарраe ҳам бошад барои пешрафти ман, барои омӯхтани ман саҳмгузор ҳастанд, ман устоди худ меҳисобам. аҳсан, бояд ба қадри устод расид. бале. барои фароҳам овардани фазои эҷодӣ дар хона чӣ шароит ҳаст? ягон студияи махсуси худро доред ё? мо дар хона як ҳуҷра алоҳида ҷудо кардем, хай студия несту, барои машқу тамрин барои худамон шароит муҳайё кардем. асбобҳои мусиқӣ мебарем. ҳар боре ки хоҳарам барои таътил ба хона мебиёд аз донишгоҳ, якҷо мешинем, машқ мекунем, омӯзиш мекунем. рости ман бисёртар аз он меомӯзам. яъне ки истеъдодашон? бале, ман гумон мекунам ки аз ман бештару хубтар мехонад. гарчанде ки мо якҷо оғоз кардем ва замоне буд ки ман хоҳарамро бо мактаби санъат овардам. имрӯз хеле хурсанд аз он ҳастам ки аввалин қаламҳояшро шояд ки ман сабаб шуда бошам ки ба ҷодаи фарҳанг, санъат водор кардам, ӯро ҳавасманд кардам. лекин аз ман беҳтару хубтар месарояд вақте ки ба хона меояд, мо аз ҳамдигар омӯзиш мекунем, тарзи хондану шеърҳои нав ҷустуҷӯ мекунем, ҳаракат мекунем ки як навгоние карда бошем ва қарор кардем ки пас аз оне ки хатми донишгоҳ мекунад ва зодгоҳи худамон бармегардад, мисли пештараҳо, таронаҳо якҷо сароида бошем ба таври дует. бале. хуб, чун гуфтед оғоз кардем аз шашмақом. бале. хуб, мо медонем ки санъати сарояндагӣ, махсусан шашмақом, ин шаҳсутун аст, пойдевор аст, як заминаи мустаҳками санъати овозхонии Тоҷикистон аст ин шашмақом. шашмақом замзама мекунем. баҳри бинандагони азиз, чун гуфтед шашмақомро сароида метавонам? бале. мехоҳам асири зулф ин таронаро як қисмашро пешниҳод карда бошам барои шумо ва тамошобинони азиз. асири зулфи ту гардам ки сар ба сар чин аст, фидои лаъли лабат мешавам ки моҳчин аст. ای یاره من از لبانی تو دشنام آرزو دارم. شنیدم که کلامی تو سخت شیرین است داده. رقیب به دوری تو گردید، من مگردیدم. سری زلفی تو گردم که ماشین است داده. بسیار صدای فوران دارید. خب استادتان کی گفته در این جوده؟ عبدالوهاب صادقов، زاهرشاه حیدرов، استاد خورشید иброҳимзода. чун гуфтед дар озмуни ҷумҳуривии Тоҷикистон ватани азиз ман дар номинатсияи сарояндагии анъанавӣ иштирок кардед ва иштирок кардан анамин роҳро тай кардан чӣ гуна буд? рости дар ин озмун мо азм кардем ки иштирок карда бошем. дар даври шаҳрӣ иштирок кардем ва хушбахтона ҷои аввалро сазовор гаштем. барои иштирок кардан дар ин озмун пеш аз ҳама мебояд масъулияти баланд дошта бошем.
باید درک کرد که وقتی ما آغاز میکنیم اشتراک کردن در این آزمون رو مقصد معین خود رو داشته باشیم، یعنی رسیدن به هدفهای عالی خود. شخصا من چنین یک خصلت دارم که اگر به چگونه که آزمون اگر اشتراک کرده باشم یا اشتراک کنم تا به آخر باید روم به مانند دیگر آزمون ها. برای من مهم نیست که مثلا جای اول رو اشغال میکنم، جای چندم رو، این مهم نیست. اصلا مهم آن است که ما هنر خود را نمایش داده توانیم. بعضا لحظه های میشود که انسان در صحنه خب حالت میشود که شعر را فراموش میکند، بله. حالت میشود که به احساسات داده میشود، ناجور میخواند، بله. حالت های میشود که عوض میکنیم، شاید که غلط میکنیم جای یگان شعر رو. و هرگاهی که من سرود میسرم به مثل حاضره قبلا خب معذرت میپرسم از اون استادانی که همین حالا ما رو پیگیری میکنن، همین حالا ما رو میشنون. ما هنوز هم جوان هستیم، شاید لحظه‌ای میشد که ما اشتباه میکنیم و هر یک دور به خود خاص یک هیجان دارد. بله. هیجان هم من گمان میکنم که یک مسئولیت است، یعنی نتیجه درک کردن مسئولیت است که ما برداشت داریم. بله. وقتی ما اشتراک میکنیم ما باید مقصد معین خود را داشته باشیم، وابسته به سطح ضروری ما مشق و تمرین کرده باشیم. بله. از همه امکانیت هایی که امروز برای ما فراهم آورده شده است ثمرناک استفاده بریم. و هر یک دور به خود خاص خیلی که گفتیم هیجان داشت، احساسات داشت. وقتی به دور ولایتی ما اشتراک کردیم صاحب جای دوم گشتیم و همین دیپلم رو برای شما پیشنهاد کردن. دیپلم درجه دوم برای محمد جان پیشنهاد شده است برای اشتراک در دوره ولایتی ها؟ بله، در دوره ولایتی. دوره ولایتی رو نیز پسی سر کردیم و برای راحت گرفتیم به دوره جمهوری. ما را آگاه کردن که آمادگی بینیم برای اشتراک در دوره جمهوری. کدام ترانه رو آماده کرده؟ در دوره ولایتی ما سراییدیم افر آرامی جان، ای چهره زیبای تو رشکی بوتان آذری، همین ترانه رو سراییدیم و بازم کوشش کردیم که برای دوره جمهوری ترانه های مشکل تر رو انتخاب کرده باشیم. سرودکی در دوره ولایتی خونده دو مصرعش رو پیشنهاد می‌کنم. میشه؟ بله. مرحبا. ای چهره زیبای تو رشکی بوتان آذری، ای چهره زیبای تو رشکی بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری، هرچند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری، تو از پری چابوکتری، از برگی گل نازکتری، و از هرچی گویم بهتری، حقا عجایب دلبری، و از هرچی گویم بهتری، حقا عجایب دلبری. تو من شدی من تو شدم، من تن شدم تو جان شدی، تو من شدی من تو شدم، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. خب به دوره جمهوری کدام ترانه رو پیشنهاد کرد؟ به دوره جمهوری یکی از ترانه‌ای که ما پیشنهاد کردیم چند تیغی ظلم را از کشتنم ظالم کنی غزل از قصاب است. آمادگی دیدیم در شهر دوشنبه در کنسرواتوار ملی تاجیکستان. جای چند شده؟ در دوره جمهوری جای اول را سزاوار گشتیم و پیش از اشتراک در دوره جمهوری بازم آمادگی دیدیم، تمرین ها کردیم همراه استاد عزیز داروشاه حیدرов. بله. که سپاسگزار هستیم. در کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین ها کردیم. همون لحظه‌ای که ما آمادگی می‌دیدیم یکی از لحظه هایی بود که وقتی ما به تالار وارد می‌گردیم همه مشق و تمرین میکنم، همه اشتراکچی ها و خود خاص یک ترانه رو انتخاب کردن که خب استعداد خود را نمایش داده بتوانند و وابسته به امکانیت آواز خود ترانه ها انتخاب کردن و در اون لحظه یک چیز رو احساس کردم که اشتراکچی ها به همدیگر به مانند برادر رفتار میکردن. بله. در بعضی موردها خلق بعضا چنین گونه گمان دارند که در آزمون‌ها همدیگر را رقیب حساب میکنن جوانان. بله. ولی امروز خوشبختانه جوانان ما همدیگر را برادروار دستگیری میکنن و در هنگام
برگزاری همین تمرین ها با هم دیگر کوشش میکردیم که کمک کرده باشیم، یکی دیگر رو اصلاح کرده باشیم، دستگیری کرده باشیم و راستی غالبا در این آزمون غیر چشم داشت به دست اومد. بله. آزمون خودش همین است، خصوصا دوره جمهوری و من گمان میکنم که نفرانی بودن که خیلی خوب سراییدن. من راستی بسیار میخواستم که چندین نفرانی دیگر در این آزمون جای بگیرن، ولی خیلی که میگویم آزمون است و حکمان انتخاب کردن، بهترین رو حکمان انتخاب میکنن. انتخاب کردن به هر نوع جوانانی بودن که صاحب استعداد. خب برای خودتون چی گرفتید از آزمون؟ برای خودم یک تجربه خیلی زیاد گرفتم. برای خودم در نوبت خود بازم یک مسئولیت نوبتی رو گرفتم برای خودم که وقتی ما غالبیت در این گونه آزمون‌های با نفوذ به دست می‌آوریم مسئولیت بیشتر باید داشته باشیم. باز یک بار دیگر احساس کردم که همچون یک جوان موفق، همچون یک جوان خوشبخت دوران زاده استقلال بازم از غمخوری‌های پیشوای معظم ملت بهره‌مند گشتیم. باشد. همین محمد جان وقتی که به صحنه میره از چی میترسید؟ روس نکنید که حالا هم انا همون ترس شما پسی سر کردگی نیستید، همین مرحله رو گذشتگی نیستید، همین کمتر دشواری میکشید در همین چیز. یکی از حالتایی که مرا هیجان فرا میگیرد تنها در گم نکردن متن. اگر راست گپ زنیم در گم نکردن متن بعضا حالتایی میشد که هنگام زنده سراییدن فکر میکنید که شعر رو گم نکنم. بله فکر و خیال من فقط در درست خواندن شعر است. بعضا حالتایی میشد که غلط نکنیم، بعضا حالتایی هست که مثلا جای مصرع ها عوض میشوند، گرچند که همون پرده میایستد در خواندن طرز سرود اگر اشتباه نکنیم. لحظه بهترین بود، شور و شوق داشت. کدام لحظه ها بود که در زندگی شما رخ داد؟ ما یکی از لحظه هایی که یکی از خاطرمون لحظه است برای من، ما به توی رفتیم و ناحیه قانچی، اگر اشتباه نکنم دهکت گفتنی جای دارد، فصل زمستون، هوا سرد. ما رفتیم، ما رو گفتن که یک شب همونجا مونیم، توی پگاه میشد. سالهای اگر اشتباه نکنم سالهای 2016 این حادثه شد. ما رفتیم برای خدمت. خب هوا خیلی سرد است، ما برآمدیم در یک جای زیبا منظر جو کردن. همون شبه که ما موندیم برف زده است، همین یک دو سرودای رقصی آغاز کردیم که دیگر سر شد رقص و بازی. همون اپراتوری که برای ما بلندگویک آماده میکند میکروفون پیوست کردن، باز همین توی دوام دادیم. با این به برق زد منه، یکی برق میزند، نگاه میکنم خیلی دیه ما طرفای ما هم دیه ها هست، لیکن ما در طرف همون ناحیه قونچی ناو همون زمان رفته بودیم، باری اول بود. برق زد شما رو؟ برق زد. بیهوش شده؟ نه به درجه سخت نزد، به طریق به واسطه هم بلندگویی حس کننده بود. برق زد. بعد ما گفتم چی خیلی میشد، این چی خیلی کنیم که برق نزند، تگی پو تر همه جو از همون نمی باشد زد. بعد نگاه میکنم که دیوار با وای موندگی نوربون موندگی گرفته، پیش پا واردم پرت افتادم بالاش برآمدم. انا دیگر به حضور بالای نوربون؟ بالای نوربون خیلی موندم. توی رو گذرانده؟ بالاش برآمدم. شرم نداشته؟ نه، مهم اصلا سلامتی. نظر به اونه که من شرم دارم و سلامتی من ضرر بینم و شاید که بیمار گردم. بالای نوربون سرود میخوند. من گمان میکنم که برای خرسند کردن مردم، برای در یک روزی شاده مردم خدمت کردن مهم نیست که ما در کجا سرود میخونیم. مهم از همه اون است که مردم شاد باشند. مهم اون است که اون نفری که ما رو درخواست کرد قانع باشد در آخر. و همه روز توی بالای نوربون گذشت. یکی از توی‌هایی که ما بالای نوربون گذروندیم. خب در زندگی از چی میترسید محمد جان؟ در زندگی راست اگر گویم ممکن یکی از جواب‌هایی که تکراری معمولی باشد، یکی از خصلت‌هایی که از دروغ میترسم. یکی از دروغ کی؟ نزدیکانتون، پیوندانتون کی؟ دروغی که درباره من باشد. از چی در زندگی خرسند میشید؟ چی رو بینید خرسند میشید؟ من در زندگی یکی از خب حالتایی که خرسند میشم، البته خرسندی پدر مادرم است. امروز خیلی شاد از اون هستم که پدر مادر ما خرسند هستند که ما امروز هنرمند هستیم. یعنی که خوشبختی پدر و مادر خرسندی شما است. سالی که در خدمت حربی پسی سر کردم، در همونجا نیز من کوشش کردم که وقت رو ثمرانه گذرونم، یک چیزی برای خود آموزم. ما طول 4 ماه در درس آموزشی رابطه گمانیتری ساپیوری وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان درس آموختیم، کورس ذخیروی گذاشتیم و درس رو وقتی اسود کردیم. هنگام رفت خدمت در سرحد تاجیکستان و افغانستان ما ادای خدمت کردیم در ناحیه 5 همچون ساپیور مینجو
و همون حالتایی که ما در و همون اینجا هم بله. در بابت انا همین مسئولیتی که در خدمت داشتید شما علاقه یک قدردانی شده اید. وقتی انسان در صف قوای مسلح ادای خدمت میکند بسیار چیزها را میآموزد، انسان کاملا دیگر میشود و بله. خود را اصلاح میکند پیش از همه. خب در انامون قسمی حربی که خدمت کردید چگونه شرایط داشت؟ خورد و خوراک، جای خواب، سر و لباس، ترمیم مشق‌ها چگونه بود؟ خب شرط و شرایطی که امروز در تمام قسم‌های نظامی جمهوری تاجیکستان در کدام منطقه که نباشد برای جوانان مهیا کرده شده است. من با اطمینان کامل گفته میتونم که بهترین شرایط است و بهترین جایی هست که برای گذشتن از این مکتب مردانگی و انسان وقتی که چون گفتیم در صف قوای مسلح ادای خدمت میکند بله. در کجایی که نباشد با سری بلند، بله. با افتخار، با غرور جوانمردی میتواند بگوید که ما ادای خدمت کردیم، گرچند که قرض شهروندی ماست، قرض جوانمردی ماست، برای دیگر جوانان نمونه عبرت شده تمونیم. برای آن جوانانی که ما به صف قوای مسلح دعوت میکنیم اول خودمون نمونه عبرت چی رتبه باشیم. خدمتی گرفتید؟ در انجام خدمت حربی با رتبه سرژانت کلان به احتیاط رخصت کرده شدیم. محمد جان بیاید یک ترانه در وصف عشق و محبت باشد، میتونه پیشنهاد کرد؟ بله، ترانه که همین لحظه میخوام پیشنهاد کرده باشم در اجرای استاد افضلشاه شادیف و همراه شادروان دمیربک اولیموف یک جا سر هستم. ترانه نام دارد نیامدی. مرحبا. آن روزی وعده ای تو سر آمد نیامدی، نخلی امید با ثمر آمد نیامدی، در انتظار وعدت اندر رهی بخار، مدی نگه زدیده برآمد نیامدی، مدی نگه زدیده برآمد نیامدی، گفتی که میروم به سمرقند نزد تو، بالله محل نیشکر آمد نیامدی، در انتظار مقدمت گلشنی سخن، جان از تنی فسرده برآمد نیامدی، نیامدی 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 نیامدی، با توغرل از نویدی تو عنقا پیام داد، بر گوشم از و این خبر آمد نیامدی، با توغرل از نویدی تو عنقا پیام داد، بر گوشم از و این خبر آمد نیامدی، نیامدی 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 نیامدی. بسیار ترانه زیبا است. به فکر شما دوست انسان چگونه باید باشد؟ دوست انسان درباره دوستی میرود. درباره دوستی، دوست به فکر شما چگونه دوست باید باشد؟ دوست به فکر من اون شخصی که در همه گونه حالت دستگیری شما باشد، چی در مشکلات مادی و معنوی. بله. وقتی ما دوست میگویم بسیار نفران درباره مشکلات مادی میفهمند. بله. دوست همون انسانه که حالت شما رو احساس میکند، چیزی که برای خودش روا نمیبیند برای شما هم روا نمیبیند و در همه گونه حالت در پستی و بلندی زندگی دستیار شما است، درباره شما میایستد و بعضا مشکلاتی که سر میزند درباره شما هست و میگوید که من همینجا هستم. موفقیت من برای چی گفتم محمد جان سخن درباره دوست رفت؟ شعر هست تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان. همین شعر رو 4 مصرعش رو شما میدونید عزیز؟ بله. این امتحانی برنامه درخشان است برای شما. شما همین
шеърро ба оҳанг медароред, бигзор бошад як тарона пешниҳод мекунед. Мешавад чанд дақиқа барои шумо вақт лозим аст барои тармим кардан? 4 мисраро мо ба оҳанг дарорем. ба оҳанг дароред ва пешниҳоди бинандагон кунед. 4 мисра. мо кӯшиш мекунем ҳамин лаҳзаҳо ба доҳатан як оҳанге пешниҳод карда бошем. шеъре ки барои мо пешниҳод кардан то тавони дӯстонро гум макун. Аллакай мо метавонем пешниҳод карда бошем бидуни омодагӣ дидан ва қаблан мо маъзарат мепурсем агар иштибоҳ мекунем, агар ноҷур мехонем. Чун баъзан сурудҳое ки бе омодагӣ бе тамрин пешниҳод карда мешавад, шояд ки ҳатман ғалату ягон ноҷурӣ дошта бошад. Аз мо хоҳиш дорам ки як 4 мисра шеъре ки барои мо пешниҳод кардам, ҳам дар жанри эстрада лирикӣ бисароем, ҳам дар жанри шашмахун ва фалак. бошад. мо кӯшиш мекунем ки аз уҳдаи ҳамин супорише ки барои мо доданд то қадри имкон баромада битавонем. Маромад. То тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. То тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гум макун. тарона аҷоиб шуд, метавонед ба репертуари худатон як тарона кунед барои дӯст, намешавад? дар замони ҳозир бисёр таронаҳое ки бозхонӣ карда мешаванду ба таври кавер хонда мешаванд бисёр мақбули ҳамагон аст, бисёр тезтар қабул мешавад ба назар он таронаҳое ки қаблӣ буду мо гӯш мекардем. Агар аҳамият дода бошед, вақтҳои охир дар сомонаҳои иҷтимоӣ интернетӣ низ дар тамоми саҳифаҳо дида мешавад ки бисёр таронаҳо бозхонӣ карда мешаванд ба таври кавер. Ва мо низ дар нақша дорем, кӯшиш мекунем ки чанд таронаҳое ки ҳаст омода кунем ва яке аз хислатҳои дигари омодагии мо барои пешниҳоди таронаҳо чунин аст ки нақшаро аввал омода мекунем ва якбора пешниҳод мекунем. Назар ба оне ки пешакӣ бигӯем ки мо чӣ гуна нақшаҳо дорем, якбора беҳтар аст ки мо омода кунем и пешкаш кунем якбора. бошад. дар жанри шашмақом. дар жанри шашмақом. то тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. то тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бидӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гум макун. дар ҷаҳон бидӯст будан мушкил аст, مشکل آسان کن کسان را گم مکن. در ژانر فلک. تا توانی دوستان را گم مکن، تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن، در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. مشکل آسان کن کسان را گم مکن. احسن. من میگم که 100% از امتحان برنامه درخشان گذشتید. خب محمد جان، یک سوال دیگر، دروغ گفتگی هستید؟ اگر راست گوییم بله. دروغ در کدام حالت ما میتونیم گوییم؟ دروغ هایی که بی‌زیان باشد.
دروغی که نه به ما زیان رسونند نه به طرف مقابل زیان رسونند. مثلا حالت‌های شده است که ما در دوره دانشجویی مثلا بیمار میشدیم، خانواده میپرسیدن پدر مادر که چی حال داریم، ما گفتیم بهترین. ما غیر از اونایی که ترانه‌های با زبان ملی تاجیکانه میسرایم، بسیارتر گوش میکنم ترانه‌های ازبکی، چون به ما دوست و برادر هستند، همسایه نزدیک هستند. با ما دولتی برادر ما ازبکستان، ولی بعض هنرمندانی بودن همراه ما، همسبقانی بودن که مثلا در دانشگاه تحصیل علم کردند، با همراه ما هم خدمتانی بودن که در قسم‌های نظامی همراه ما ادای خدمت کردند و در لحظه‌های فراغتی آنها به زبان تاجیکی سرود می‌سرودند، من به زبان ازبکی می‌سرودم، به همدیگر بهاگذاری می‌کردیم. البته امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت شام ایجادی، البته هم هنرمندان تاجیکستان به ازبکستان رفتن، هم هنرمندان ازبکستان به تاجیکستان اومدن، برنامه‌های جالبی کنسرتی پیشنهاد کردن که این مناسبت خوبی ما رو نشان میدهد و ما پیوسته این دوستی رو پیگیری میکنیم و البته به دوستی آماده هستیم. بله و همین حالا ما هم کوشش میکنیم که یکی از پارچه ترانه ها رو که به خورشید رسولوف هنرمند جمهوری ازبکستان علاقمند است و تا قدر امکان اجرا کرده بتوانیم. ترانه نام دارد یاشلیگیمگه قید کیم کلد، یعنی به آوان کودکی هم برگشتن میخواهم. مرحبا پیشنهاد کنیم. گاه شوندای پایتم کلده sizga bir gap aytgim keladi, qursin ko'ngilning ko'chasi demang, yoshligimga qaytgim keladi. Goh shunday paytgim keladi, sizga bir gap aytgim keladi, qursin ko'ngilning ko'chasi demang, yoshligimga qaytgim keladi, yoshligimga qaytgim keladi, yoshligimga qaytgim keladi, qursin ko'ngilning ko'chasi demang, yoshligimga qaytgim keladi. آفرین. احسان محمد جان، نقشه های آینده شما چگونه است؟ نقشه های آینده ما که امروز یکی از مسئولیت های گمان میکنم که بزرگ به ذمه ما است و امروز در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کانیبادام شعبه کار با جوانان را باور کردند به ما و مدیر در این شعبه کار با جوانان تعیینمون کردند. البته ادای قرض شهروندی خود را کرده باشیم پیش از همه و اون مسئولیت اون سپارشی که از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، از کمیته های اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت از جانب راهبریت آن باوری که نسبت ما امروز داده شده است البته جوابگو باشیم. عرض سپاس که به برنامه اشتراک کردید. بار دیگر بینندگان عزیز یادرس میشویم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت البته تهیه و پیشنهاد می‌گردد و اشتراکچیان برنامه در صفحه اجتماعی هم فیسبوک و هم اینستاگرام صفحه رمزی برنامه رو با نام تلویزیون ولایت سوخت برنامه درخشان ترتیب دادیم که می‌توانند با انمی صفحه وارد شده درخواست خود را البته گذارند و ما اونها رو به برنامه البته دعوت میکنیم. همزمان رقم تلفنی که در آینه نیلگون برای تو پخش میشود میتوانید در تماس باشید، ما البته با شما هم صحبت میشویم. اینک دوستان عزیز، برای هر یک اشتراکچی برنامه که در برنامه درخشان اشتراک میکنند صاحب استعداد و مهارت هستند، از جانب تلویزیون و رادیو ولایت سوخت و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان جایزه برنامه تقدیم کرده میشد، چون رمز برنامه که اشتراک کردند و استعداد و مهارت خود را بهر بینندگان عزیز تلویزیون ولایت سوخت پیشنهاد کردند.